ماینکرافت ولی دنیا از این شروع میشه. خب همونطور که میدونید بچه ما دنیا رو از این شروع و خوش اومدید به این ویدیویی که ما داریم دنیا رو از این شروع میکنیم و هدفمون کشتن دراگونه و رسیدن به اوورورلد. خب بچه ما فقط برای شروع کار یه دونه اندرپرل بهمون دادن و باید برای اینکه خودمون رو سیر نگه داریم از میوه های اند بخوریم که باعث تلپورت میشن. حالا بریم یه ذره میوه های اند بکنیم. خب بچه ها یادتون نره چنل ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و از ما حمایت کنید، چون ما اینجا واقعا خیلی داریم زحمت میکشیم برای اینکه شما رو شاد کنیم. خب بچه ها ما الان میوه N14 داریم و به نظرم کافیه، حدود 2 تا غذاش سیر میکنه و الان باید به دنبال NCT باشیم تا یه ذره خودمون مجهز تر کنیم. فقط قبلش بچه من یه دقیقه کوردینایت رو فعال کنم یا مختصات. خب بچه ها اگه دیدید من مثلا بعضی کلمات رو اشتباه میکنم من واقعا معذرت خواهی میکنم. من هنوز اون طرز صحبت رو پیدا نکردم و امیدوارم شما بفهمید و درک کنید. خب بچه حالا ما با دنبال یه NCT باشیم تا بتونیم یه ذره آرمور و وسایل و یه دونه پیککس دایمندی واقعا نیازمونه. خب الان اندرپرل داریم، راحت میتونیم از یه جزیره به یه جزیره دیگه بریم، فقط نیاز به NCT داریم. این ور که بومبسته، اونجا چیه؟ اونجا هیچی نیست. فکر کنم بچه از سمت راست بریم یه چیزای نصیبمون میشه. خب سمت راست داریم میریم. بچه ها بهم بگید تو کامنت شما چند سال دارین ماینکرافت بازی میکنین؟ بین 1 تا 2 سال، بین 4 5 سال، یا بین 7 8 سال؟ که واقعا 7 8 سال، اونایی که 7 8 سال بازی میکنن پرن. من خودم بین 4 5 سال. خب بچه ها الان داریم به راهمون ادامه میدیم. امیدوارم که وقتی NCT پیدا میکنیم به لوتای خوبی برسیم، چون واقعا بچه هم باید مختصات من حفظ کنم اگه مردم دوباره بتونم برگردم، و هم اینکه خیلی سخته که بتونی از دست شالکه رو جون سالم در ببری. من یه ذره میوه بخورم. 2 تا غذا پر میکنه واقعا. میوه اند خوبه، بپزیشم بهتر میشه. خب اینو مستقیم بریم. بچه تو کامنت ها من بگی شما بدراک پلیر هستید یا جاوا پلیر؟ جاوا پلیر ها گادن، ولی واقعا بدراک پلیر ها بیشتر گادن، چون خیلی خفنن واقعا. بچه بخوای ماینکرافت عادی تو بدراک تموم کنی بیچاره میشی. اونطوری که دراگون تو جاوا پرورش میدن و اونطوری که تو بدراک پرورش شدن واقعا از زمین تا آسمون فرق داره. من خودم که بدراک پلیرم و به بدراک پلیر بودنم افتخار میکنم. حالا این از این بحث که بگذریم، الان اونجا هیچی نبود و باید برگردیم به همون جایی که بودیم تا از یه راه دیگه بریم. بکنم بچه این چیز این نو ویدیو 3 4 تا پارت طول میکشه، چون واقعا سخته. اون ور نمیدونم چیه، به نظرتون از اندرپرل استفاده کنم؟ حالا میریم ببینیم چی میشه. خب اینجا واقعا بچه چیزی آیدم نمیشه. بذار اونجا برم. خب غذا حال مال نیست، غذا ندارم فعلا. دارم یعنی چیزم پر نیست، حالا بعدم پر میکنم. بریم این ور جلوتر. چیزی پیدا نمیشه یا نه؟ بچه من میگم سمت راستمون که یه اندرپرل بنزیم چیزی آیدم میشه. واقعا اینجا چیزی آیدم نمیشه. اوه اندرمن. اوه سلام اومدیم. سب کن یه ذره غذا بخورم، واقعا جونم با پرشه. 3 تا قلب بیشتر ندارم. خب بچه بعد از که غذا خوردیم الان باید دنبال NCT باشیم. چرا پیدا نمیشه؟ نمیدونم چرا. واقعا نی از بچانسیه یا چی؟ خب سمت راست چیزی هست یا نه؟
واقعا چرا اینجا اینور مینور چی نیست؟ عجیبه. یه اندرپرل هم داشتیم که خرج این ورش کردیم دیگه. الان ببینیم اون طرف میتونیم بریم. خب اوه دوره، نمیتونیم بریم مگر اینکه میوه دیداره کمک کنه. دستش در نکنه کمک. هیچی کمک نکرد. بذارید یه جا پیدا کنم اندرمن بکشم بتونیم یه کاری کرده باشیم حداقل. خب صبر کنید. جایی پیدا نمیشه از شانس چیز ما. جایی پیدا نمیشه مگر اینکه واقعا با یه میوه چیزی بخوریم. بذار بریم بالا. خب اینجا بخورم شاید برم اونور. وای چرا آخه جای تلپورت نکرد ما رو. تلپورتمون کرد این طرف، یعنی پایین این دقیقه. بابا اونور این همه جا چرا اینجا تلپورت میکنه ما رو؟ خب چیزی آیدمون نمیشه. بچه با بیمیریم دیگه. تهش اینه بمیریم دوباره اگه جا دیگه بریم. شاید مسیر رو اشتباه رفتیم. حالا الان یه عالمه چیز میز برامون میاره که به دردمون نمیخوره. یه جا رندوم الان اسپانمون میکنه. شاید یه جا خوب باشه. دوباره بهمون بچه یه اندرپرل داد. وای چرا اینجا آخه نمیدونم از اندرپرل استفاده کنم یا نه. مجبوریم دیگه. کجا فرود میاد؟ چه خفن. اوه دشمن اصلی اندرمنا. دست در نکنه. خب الان این 10 تا کافیه. شیششون نگاه نکنم چون به چیز میرم. خب ای خدا چرا بچه هی باید بیمیریم تا بهمون بالاخره یه شانس بده انگاری. این طرف نمیشه با میوه رفت؟ نه انگاری. بذار برم اون پایین شاید بشه. نیم قلبیم بچه. خب نه بای در جا موردیم. اینجا بچه هم فکر کنم تو مختصات همون 1800 چیزمون کنه. الان شد 1700. بله فرقی نکرد. تو کنم همون جایی بودیم که اصلی. خب الان اینجا هستیم و چیزی پیدا نکردیم. واقعا خیلی بده بچه چیزی پیدا نکنی. ترسم بندازم تو این یکی جزیره هیچی نداشته باشه. صبر کنید ببینم میشه با میوه رفت. شاید بشه مسالمت آمیز حلش کرد. خب بریم جلو ببینیم چی میشه. یه ذره فاصله است دیگه. تو رو خدا بده بریم اونور. نمیذاره. نظر کجا اسپام میکنه ما رو؟ خب اینجا بود. 9 دقیقه 10 دقیقه یه جوری از زمان ویدیو گذشته. خب ببینیم به کجا میرسیم.
خب الان ما در یک جزیره دور افتاده هستیم و راهی پیدا نکردیم تا الان برای نجات خودمون. خوبه جزیره هست، جزیره گنده ای حداقل این طرف. خب بریم مستقیمین رو بریم جلو. بچه یادتون کانال ما رو ساب کنین و ویدیو رو لایک کنید. خب بچه بریم جلو. تا حالا چیزی فکر نکردیم. چرا؟ واقعا چرا؟ چیزی فکر نکردیم. یعنی باید دوباره بمیریم؟ دیگه این فاصله زیادی نیست، بفرست اونور دیگه ما رو. اوه اون طرفم بریم خطریه، اندرمنه اذیت میکنه. بچه ما کلا توی 3 تا پارت فرصت داریم که بتونیم بازی رو تمام کنیم. به 3مین پارت برسه و نتونستیم دیگه باختیم این چالشو. وای جایی نیست که پیداش کنیم. کلا بچه پارتام 13 دقیقه 30 دقیقه دیگه حدودا ویدیو تمام میشه و چیز خاصی آیدمون نشد. ببینم اینجا بلاک ملاکی هست که بشه دو تایی رفت زیرش، دو بلاک باشه کلا که نیست. اوه 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 اوه. وای 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 مردیم و بچه ها یه جوری ویدیو تمام میشه کم کم. ببینیم اول کجا اسپام میشیم. بابا بفرست یه جای خوب. اینجا کجا هست آخه؟ اوف برو یس رفت. اینجا بچه ها شاید چیزی بشه پیدا کرد. یه دقیقه بگردیم. نه هیچی نیست. وای نه راه هست برای رسیدن. بچه ها دیگه ویدیو داره تمام میشه. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. تا 2 تا پارت آینده. فعلا خدا نگهدار.